سلام و عرض ادب هموطنان گرامی. ما مصاحبه کوتاهی در برنامه خبری آریانا نیوز داشتم که یک روشنی کوتاه برای 4-5 دقیقه در نتایج و دستاوردهای نشست دوحه اوجا ارائه کردم و نظرات خود گفتم که نشست چقدر تاثیر داره، اهمیت از این چیز میخوام که او را همراه شما شریک بسازم. در اونجا ما حقیقتی امو نشست‌هایی را که در دوحه بعد از سرکار آمدن امارت در کابل که به اساس امو طرح و برنامه‌های خلیلزاد به میان آمد و نظام افغانستان برای از اونها در حقیقت سپرده شد، تمام نشست‌ها و برنامه‌هایی که از طرف ملل متحد اونجا میشه با معنای فریز شدن مسئله افغانستان است. دیگه امریکا و قدرت‌های تصمیم گیرنده برش وقت ندارن. این دوسیه را سپاریدن و محول ساختن برای ملل متحد. ملل متحد تا وقتی که دوباره باز در دستور کار و قدرت‌های قرار بگیرن، ملل متحد در این مسئله مصروف است و سر از این رایزنی میکنه. سال یک بار دو بار جلسات را دایر میکنه، ولی جلسات برای حل اساسی قضیه افغانستان نیست. ما براستی اما واقعیت مسئله را اونجا گفتیم و همراه شما شریک میسازم که یک روشنی باشه برای ذهن شما در رابطه با این مسائل. سلام علیکم. روی همین موضوع با مهمانم میرویس قیاسی آگاه روابط بین الملل که از دنمارک روی خط اسکایپ با ماست بحث میکنیم. قیاسی صاحب سلام، خوش آمدید به برنامه. ما شاهد نشست دو روزی ویژه ملل متحد در مورد افغانستان بودیم. این نشست به چه سطح برگزار شده و روی چه هدف؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب. من قبل از اینکه به سوال جواب بگم فقط یک کودی نانوشته شده در روابط بین دول یا نظم جهانی را براتون چی میکنه باز مسائل حل بشه. در روشنی از اون ایالات متحده امریکا موضوع یا مسئله را که در سطح جهان اتفاق میفته او را که نخواه حل بکنه یا بخواه او را فریز بکنه بگذاره برای وقت دیگه، بیشتر در اون مسائل ملل متحد فعال میسازه، خودش پا را عقب میکشه و تاریخی تاسیس ملل متحد را نشان میده. یک مثال بسیار کوچک مسئله فلسطین است که 75 سال طور محول کرده به ملل متحد، تصمیمی اساسی نمیگیره، این مسئله حل نمیشه. یک شوخی مطبوعاتی را بکنم بر خلاف ذوق‌زدگی بسیار حد زیاد افغانستان اینترنشنال. این نشست دوحه از همین قسم مسائل است که فعلا مسائل افغانستان در دسترسی حل عاجلی ایالات متحده آمریکا نیست. با همین خاطر مؤسسات ملل متحد دوسیه را سپاریده به اونا را فعال ساخته و ما پیشترم در یک کلیپ مختصر براتون گفتم که این نشست یک نشست روتینی ملل متحد است که همون مسئولیت‌ها یا سکجول خود پورا میکنه و بیشتر به خاطر همون معرفی نماینده‌ای ملل متحد است که در شورای امنیت اونجا فیصله شده که یک نماینده اضافی یا یک نماینده فوق‌العاده علاوه از نماینده مستقری که در کابل اونا دارن این را معرفی بکنند که با گمان غالب حدسی ما همیسته کمی سناریو اولو را دوباره معرفی میکنن و باعث نماینده و این رایزنه خود ادامه میده تا وقتی که مسئله حل مسئله افغانستان در دستور کار عاجل ملل امریکا قرار بگیره. شاید بعد از انتخابات اکتبر یمی سالی که ما هستیم بعد از او، یا شاید هم نه. این مسئله ما فعلا این مسئله با معنای فریز کردن این مسئله افغانستان از جانبی امریکاست. درست، ولی امریکا ملل متحد در مورد اینکه امارات اسلامی امتناع میکنه از حضور در این نشست، اونا چگونه میبینن به این مسئله و به این قضیه چگونه نگاه میکنن؟ درباره ملل متحد چیزی نمیگم، به خاطر اینکه شاید ملل متحد موافق از این بود، به خاطر اینکه پررنگتر کنه این جلسه را. این علاقه داشت که نماینده های امارات اسلامی در این اشتراک بکنن، ولی در رابطه با امریکا ما ایرا شک دارم. حتی ما ایرا تئوری توطئه فرض نکنین، ما حتی شک دارم که خود امریکا برای از اونها نگفته باشه که شما اشتراک نکنید. بسیار زیاد مهم نیست، برای حل مسئله اساسی مسئله نیست. اشتراک کردن شما به فایده است. ما نماینده خود به از اونجا معرفی میکنیم. شاید ما حدس میزنم کم تو باشه. درست، ولی چه براینده میتونه همین نشست داشته باشه؟ ما چون اگر برگردیم به دوحه، چند مذاکراتی که ما در کارنامه افغانستان در بگراند افغانستان داریم، در جمهوریت و در امارات، حداقل نشست‌هایی که برگزار شد، توافقنامه‌ای که در دوحه امضا شد، حالا برآیند این نشست چی بوده میتونه برای آینده افغانستان، برای مردم افغانستان، برای حکومت حاکم در افغانستان؟
کاری را که دوحه برای افغانستان میکرد اما وقتی بود که آقای ملا برادر با خلیلزاد معاهده را امضا کردن، در ملل متحد ثبت شد. آخرین کار و چیزی را که باید میشد در دوحه اونجا انجام شده. باقی تمام سناریوها، زدوبندها، رفت آمدها بازم تکرار میکنم که امو در فریز گذاشتن مسئله افغانستان از جانب ایالات متحده امریکاست. باقی کارهایی که انجام میشود هیچ تأثیری سری حل قضیه افغانستان نداره. و بیشتر هم گفتم اون را شما در کلیپ شون نگذاشتین که از اشتراک فقط یک لحظه از اشتراک کننده بسیار مهمی که خیرا نقش داشته داره نماینده ناروی به نام آقای ارکین و شنیدم که او گفت که در دستوری کاری مسئله دوحه نه بس رسمیت شناختن امارت اسلامی مطرح است و نه هم تغییر رژیم. با این معنا که اگر کوتاه اشاره بکنین دیگر دوحه سرنوشت ساز نیست و دوحه ناکام است در موارد مربوط به افغانستان. دوحه تا وقتی که قرارداد خلیلزاد و ملا برادر امضا کرد کامیاب بود. بعد از این دوام گپ‌ها یک مصروفیت های روتینی جوامع ملل متحد است که امریکا برش وقت نداره. تشکر آقای میرویس قیاسی، آگاه روابط بین الملل که از دنمارک روی خط اسکایپ با ما بودن. سپاسگزارم.